موتور میره بده 6:20 الی 6:25 دقیقه همینجا نزدیک اسپینزر روتر تقریبا مقابل اسپینزر روتر بود. سه انتحاری بین 5 ثانیه و 6 ثانیه سه انتحاری صورت گرفت که مین چسبکی بود. البته دیگه 3-4 نفر زخم برداشت، کشته انشالله نداشته که تقریبا یک حدود 5 دقیقه مسافه خود امبولانس ها رسیدن در ساحه.